تحقیقات سازمان سویت و عدالت که روز 18 اوگوست در شهر قرغان‌تپه معرفی شد، به هدف معین کردن مشکل دختران مکتب خوان در آموزش علوم دقیق به مثل متماتیک، فیزیک، کیمیا، بیولوژی و تکنولوژی های نو صورت گرفته است. 40% دختران پرسش شده و 3/1 والدان سببی به آموزش علوم دقیق میل نداشتن دخترانشان را در دشوار فهم بودن این علم ها ربط دادند. هر دختری پنجم گفته است فهمیش دخترها در علم های دقیق سست است. مؤلفان گزارش میگویند چون این اندیشه ها از مناسبت والدین و مکتب مشأ میگیرد که میگویند دختران جنس لطیف و مال مردم هستند و برای همین به ورزش ذهنی و عقلی نیاز ندارند. محبوبه عمر و رهبر این تحقیقات و رئیس سازمان سویت و عدالت گفت اگر هدف مهم پژوهش آنها مشخص کردن عامل‌های میل کمی دختران به آموزش علوم دقیق و تهیه یک مظهر اطلاع برای کار در این سمت باشد، هدف دیگر تلاش در تغییر دادن این باور و اندیشه ها. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت تاجیکستان سالهای اخیر با مشکل واقعیت کمبود متخصصان در بخش‌های مختلف مربوط به علوم دقیق روبرو شده است. در برخی مکتب‌های دهات آموزگار نمی‌رسد که برای کودکان محلی درس دهد و کارخانه‌های صنعتی ارزی هستی می‌کنند که به متخصص نیاز دارند. مؤلفان تحقیقات میگویند که در یک دهه عبدالرحمن جامی معلوم شده است که عامل‌های مذهبی و عقیده‌های افراطی مانع توجه به تحصیل کودکان می باشد، ولی از بس که دولت تحصیل را شدیداً نظارت می کند آنها ناچار هستند فرزندان را به مکتب بدهند. از سوی دیگر عامل مثبتی که در اکثر مناطق تحقیقات مشاهده شده است این درک ضرورت علم و کسب آموزی دختران از جانب ساکنان روستاهای دوردست است. محبوبه عمر و گفت جالب این بود که زیر بار مشکلات اقتصادی حالا اکثریت درک کردن داشتن یک عروس با سواد و صاحب کسب در خانه باعث به کمک در پیشبرد روزگار و عائله می شود. برای مثال یک عروس همشیره طب می تواند درآمد علاوگی خانواده را تأمین کند. نرگس یک ساکن 20 ساله ناحیه وخش می گوید از صفت تعلیم در مکتبشان راضی نیست. خونه داشتیم، خونه شیمیا، فیزیک همش داشتیم. توقچه میده جای لابراتوری بود، لیکن در اونجا یگان تجهیزات لابراتوری نبود. دو لابراتوری درمون لابراتوریمون نداشتیم. برای ما دیگه همون چیز عجیب نبود. شاقوار نبود درس ما. بهرنیسا کمالова یک جوان دختر دیگری ختنانی میگوید مشکل در جامعه است که دختران را از خورده در امکانیت‌های اجتماعیشان محدود میکنند. جنسی لطیف رو نسبت به همین فن‌ها یعنی قابل قبول نمیدونن، فکر میکنن که زنها از عهده‌اش نمیبرن. برای چی در دیگر دولت‌ها زنها یعنی برای اختراع کردن همه نمود تکنیکا برای همه چی اشتراک میکنن. برای چی زنهای ما نکنن این کارا؟ شماره کمی زنهایی که کارشان در تاجیکستان به علم‌های دقیق ارتباط میگیرد در بخش اقتصاد، آموزگاری و بیشتر در بخش طب حضور دارند. نفرانی کم شمار به علم و تحقیقات رو آوردند.